ولی ما از پرداخت که نقدی استفاده می‌بریم چی مقصد پول برق باشه چی اگون پرداخت کمونالی دیگر یا مثال یاد مبلغ شهرنامه دانشگاه همه ما طریق امانت بانک پرداخت می‌نمیم توضیح با ما اگون مشکلی چیزی نیست هم از خدمت رسانی کارمندان بانک هم از خود همین سیستم هم توضیح روزی است اگون مشکلی با ما چیزی نیست یگان کمبودی نداره با ما نظر به پرداخت نقدی با غیر نقدی آسان‌تر است که است تمام مواقع می‌توانیم کار خود را حل کنیم مقصد دیگر اورش تا باج ساگران شما طریق تلفن می‌توانیم پرداخت کنیم همین صورت برای پول سوئد مکتب برای برق پولش سپردن از کارت استفاده می‌بریم بسیار وقت یگان کمبودی نداره نه خیلی خوب است نبارد نمی‌قپی دست دیفلوس نمیشه پول و دیگه چیزی است آدمی که نفهمه اگر همین غیر نقدی را استفاده نبرش هیچ کم طرق دشواری میکشه مشکلی میبرش من میبینم میرم بسیار وقت اوچرات چون بسیار نمیتونیم اونجا اسپیت کدا بگیریم همین کم ترزادیش کم میشه خیلی پیرجواد میکنن دا چه خیلی پول استیماد میشه بعد هم با سویت گیرون نمیکنن سه مومنتی که میپرتویم پول استیماد میکنن سویت گیرون نمیشه و اودک زشتگی حساب نمیشه وقتی вже زنگ میزنیم مقصد میگم که هم خیلی مشکلش دیگه حل میشه برطرف میکنن سوز کار کرده صاحب через امانتبانک الف بعد майва вилон хати ҳама чӣ кардид сари вақт ҷошта мегзара پلی برق میتیم پلی وای خیلی وای آب سوئد همه چی با واسطه کارتا مشکلی نیست آنلاین خود پرداخت میکنیم همش خوبه ایش وابسته همو خود انسان اگر که بیاموزند اگر آموخته باشند در اوجا مقصد حاجت چرت ایستادن هم نیست نوبت ایستادن هم نیست ایجا اشتگید میتونه که طریق آنلاین همش پرداخت کنه